این گفتگو شاید جز اولین بارایی باشه که نه به دعوت من بلکه به دعوت میهمان انجام شده، از سر مسئولیت پذیریشون و از سر نگرانیشون. واقعا تو این 2 هفته آینده، 2-3 هفته آینده آخرین فرصته برای اینکه بتونیم با یه مقدار کاهش مصرف 2 ماه مانده تابستان رو ازش عبور بکنیم. بسیاری از سطح‌های کشور که آب شرب رو تامین میکنن الان دیگه دارن با اون کف مخزن دست و پنجه نرم میکنن و خیلی آبی باقی نمونده برای اینکه در اختیار مردم قرار بگیره. امسال 5مین سالی هست که بارش بسیار کمتر از متوسط دراز مدته و امسال واقعا رکورددار. 40% ما کاهش بارش در متوسط کشور داریم. آب سدهای تهران تا الان که داریم با هم حرف میزنیم فکر کنم 26-7 تیر ماهه. تا کی اینها میتونن دوام بیارن؟ ما در شهریور ماه سد ماملو رو از دست خواهیم داد و بعد سد لار و بعد سد لطیان و بعد سد کرج. اول میگین اون سناریو آخرزمانی همدان رو؟ بالاخره بخشی از آب همدان از شهر از سد اکباتان تامین آب میشد و این سد بسیار کم آب شد تا رفت و تموم شد. قطعی‌های آب بسیار طولانی برای روزهای متوالی اتفاق افتاد. عادی و فراعادی زندگی میکنیم از نظر حکمران تا برسیم به یه لحظه‌ای که کلا سیستم متوقف بشه. مردم بسیار اذیت شدن در اون فرایند. امسال برای تهران من خیلی محتمل میبینم همین اتفاق بیفته. میخوام خواهش بکنم از همه کسایی که مردم بهشون گوش میدن، از هنرمندا، از دانشگاهی‌ها، نمیدونم از همه گروه‌های مرجع، که در مورد کاهش مصرف آب در تهران امسال با مردم صحبت کنید.